تنها کلمه‌ای که در قرآن کریم 365 بار به اندازه تعداد روزهای سال تکرار و تأکید شده بهش فقط یک کلمه است: ولا خوفون، نترس. از چی میترسی؟ از کلام خدا بالاتر داریم؟ خداوند میگه از من بزرگتر هست؟ میگه از هر چیزی که در فکر و خیال تو هستش من ازش بزرگترم. میگه اگه من خدای تو هم بر من توکل کن. میگه فقط من برای تو کافیم، تو فقط توکل کن. هر مشکلی که برای تو پیش اومده، هر اتفاقی که قراره برای تو بیفته، تو فقط نترس، چون من از تمام مشکلات تو بزرگترم. وقتی 365 بار دارم بهت میگم نترس، یعنی من هر روزشو با تو هم. خداوند میگه من یک جوری برات درستش میکنم، یک جوری برات میسازمش که از خوشحالی ندونی بخندی یا گریه کنی. خدایا حال دل همه ما رو تو این سال جدید یه تکونی بده. هم میدانی، هم میبینی و هم میتوانی.